تا حالا به این فکر کردی چرا هفته 7 روزه؟ عجایب هفتگانه چرا هفتان؟ یا چرا رنگین کمون 7 تا رنگ داره؟ در دین اسلام 7 بهشت، 7 جهنم و همینطور 7 گناه کبیره داریم و در مسیحیت 7 عدد مقدسیه و حضرت عیسی در لحظه مرگش 7 کلمه رو به زبون آورد. چرا رستم 7 تا خوان داشت؟ توی دنیا 7 قاره و 7 دریا وجود داره. هر 7 سال بدن و زندگی ما دچار تغییر میشه. در 7 سالگی شروع به یادگیری میکنیم. 7 سال بعد در 14 سالگی به بلوغ میرسیم و 7 سال بعد در 21 سالگی وارد دوران جوانی میشیم. در موسیقی 7 نوت پایه وجود داره. حتی بدن 7 چاکرا داره. ما هر روز به این مشکلات برمیخوریم اما بهشون توجهی نمی کنیم. خیلی معتقدن خداوند این جهان هستی رو روی عدد 7 پایه ریزی کرده. به نظر شما همه اینا اتفاقیه؟